درود به یک رنگرز دیگه خوش اومدی. هر وقت گممون کردی ما رو گوگل کن. رنگرز نازنین. درود بر تو نازنین، امیدوارم حالت خوب باشه. داریم درباره یه پدیده صحبت میکنیم. کسی که اول صحبتش میگه God bless America, God bless President Trump و عرضم حضور شما که God bless پاتریوت های جهان. خدا حافظ پاتریوت های جهان باشه. و بعدش میگه که اندیشکده های خارجی طرح منو کپی کردن و برای رضا پهلوی فرستادن تا اونم همین چیزایی که من میگم و بگه. حالا به رضا گفتم که خیلی هم شما ریاستارتی‌ها چون برآورده نگاه کنید بدونید خیلی جالبه که شما بدونید که حساب کن سازمان‌های امنیتی 10,000 نویسنده دارن، طراح دارن، انسیتوهایی هست که اصلا میشینن این کارا رو انجام میدن، برنامه‌ریزی میکنن، طرح میریزن. سازمان‌های امنیتی تلفن‌های میلیون‌ها نفر رو در جهان یواشکی گوش میکنن تا پلن جدیدی پیدا کنن. این همه طراح، این همه پول، این همه قدرت در انگلیس، فرانسه، آلمان، دموکرات‌های آمریکا، آخرش طرح‌های منو برشون زدن به رضا پهلوی گفتن آقا هر چی حسینی توی این چند سال گفت یادداشت کن، این بز همینا رو تکرار کن. درود بر God bless America, God bless Trump, God bless اسرائیل، God bless پرچم، همه حرفا رادیکالیسم اسلامی، حرفای جدید خاندان پهلویه. یعنی تو حساب کن این بزغالا با این سازمان امنیتی با میلیاردها دلار پول آخرین کاری که کردن بیزینس پلن لیدر ریاست و اپوزیسیون ریاست از سال 96 نشستن تحلیل کردن، 50 صفحه دادن به این بزغاله گفتن از حفظ بگو. تمام کارهای من رو این میکنه. طرح ندارن، نه همین نتونستن یه طرح جدید از این مرتیکه بنویسن. درود بر ترامپ. خب حزب چی میخوای بعدم بیاد؟ سوسیال دموکرات. خیلی باید تو مادر قهوه باشی، اصلا خیلی قابل تصوره برات. اینه که بهت میگم واقعا کمدیه. یعنی بیزنس پلن سید محمد حسینی گاد بلاس آمریکا گفتن بوده. بس یا یه دیده عجب طرح خوبی، گاد بلاس آمریکا واقعا بی‌نظیره، بعد این اندیشکده ها روش کار کنن، اینو بدیم به رضا پهلوی اونم بگه. یه مش خلوچ، اصلا چی بگم. البته سید محمد حسینی یه بیزنس پلن و روش مبارزاتی دیگری هم داشته. عزیزان شاید این مطلب رو نشنیده باشن. این سبک جدیدی در مبارزه است، مبارزه فالو آنفالو در سران اپوزیسیون. حتما اینو گوش بدید. در یه تاریخ هم یادتون باشه شما ریاستارتی‌ها که من در توییتر در آن واحد اومدم همه کسانی که فالو کرده بودم و آنفالو کردم. شب خوابیدم، صبح که از خواب بلند شدم شما ریاستارتی‌ها دیدین همه رو آنفالو کرده، حتی پرزیدنت ترامپ. با این کار خیلی خطرناکی هم بود، یادتون باشه. خیلی کار خطرناکی بود که ثبات شخصیتی یک اپوزیسیون رو زیر سوال. اما برای اینکه هم بدونم کیا مهره سازمان امنیتی‌ان، تیم ترامپ متشکل از چه کسانیه، چه تفکراتی دارن و شناساییشون کنم، این کارو کردم. تو 48 ساعت بعد فهمیدم که خب تیم دور ترامپ اگر حسینی حذف بشه کیو میخوام بیارم بالا، چه تفکری دارن، چه اندیشه‌ای دارن. یعنی از اون تاریخ تا الان که خدمت شما هستم چرا من سورپرایز نشدم هیچ وقت، برای اینکه تیم پرزیدنت ترامپ هم میشناسم کاملا. پس این کارا رو میکنم. خب اینا چیزایی که شما بدونید که لیدرتون چه کاراکتری داره، یعنی محاسباتی میکنم که ممکنه خطرناک هم باشه. میبینی؟ تو رو خدا رو میبینی؟ فالو آنفالو، روش مبارزاتی جدید. رفتم پرزیدنت ترامپ رو آنفالو کردم، یعنی دیگه شاخ غول شکون. بعد همین بیشور چند وقت پیش میگفتش که بعد از کوروش پادشاه هخامنشی دیگه کسی مثل اون نیومد تا من. به من بگید کوروش دوم. یه جایی حتی تو ویدیوهای قبلی هست دیگه میگفت اصلا من کوروش اولم، اون کوروش دوم بوده. آقا فالو آنفالو میکنه توی توییتر. بعد حسینی ببخشید من خندم میگیره، معذرت میخوام. حسینی عاشق پلن بود. مثلا بگه که
ای بیزنس پلن دارم خراب بشون. پلنای تو که ما یه برگشت هم ندیدیم، فقط گفتی من پلن دارم. و جالب مثلا پلن بعدی خاندان پهلوی رو هم ایشون بعد از ترور ناموفق امروز ترامپ افشا کرد. پلن بعدی رو شما در نظر داشته باش. اتاق فکر سازمان امنیتی ایران اگر دقت کنید یواش یواش داره بعضی از ویدیوهای رضا پهلوی زنش و بچه‌هاش دارن میرسن با خرگوشی رو بوس میکنن، اینا داره پخش میشه. اینا تهدیده. یعنی اینها دقیقاً به فرح و رضا پهلوی گفتن که بیزینس پلنی که براتون چیدیم اینه. کار تو رضا پهلوی چیه؟ تخریب اپوزیسیون در خارج کشور تو این 5 سال، چون ترامپ داره میاد بالا و رژیم به سرعت عوض میشه. یعنی اپوزیسیون یه سال بچسبه به ترامپ، تمام بازی. شک نکن خود جمهوری اسلامی اینه که بهتون میگم، اینا اسناده. یعنی خود جمهوری اسلامی اینو رسما گفته ترامپ بچسبه به ریاستار، تمومه، همه چی تمومه. قطعا هم حتی مجاهدین خلق، اینا برای چی مجاهدین خلق رو تخریب میکنن؟ برای اینکه میگن مجاهدین خلق هم میاد پشت این حرکت، قبول میکنه که حزبی باشه در آینده امپراتوری پارس. اینجوری فکر میکنه. بعد حسینی میگفتش که این سلطنت طلبا تو انتخابات آمریکا اگه میرن به ترامپ رای میدن، همش به خاطر اینه که من نقشه کشیدم که اینا برن به ترامپ رای بدن. این رای و طرفداری از ترامپ تو سلطنت طلبا کار منه، این جزئی از بیزنس پلن منه. حالا شما بیزنس پلن آقا تماشا کنید. سلطنت طلبان عزیز، شما اگه میرید به ترامپ رای میدید در نظر داشته باشید حتما این موضوع رو که جناب حسینی طراحی فرمودن. طرفدارای رضا پهلوی اینا سلطنت طلب مثلا 40 هزار نفر تو آمریکا فکر کنم، 50 هزار نفر رضا پهلوی طرفدار داره در آمریکا. این احمق‌های شاسکول، یعنی این سلطنت طلب‌های پیروپاتال فکری، نه پیروپاتال سنی، پیروپاتال فکری، اینا بی‌ناموسا همیشه به بایدن رای داده بودن، به هیلاری کلینتون رای داده بودن که به شما یه سال گفتم که یه کاری کنید این بزغاله‌ها حداقل یک بار برای جامعه ایران سود داشته باشن. در فضای فارسی زبانان هیچ حرکتی راجع به رضا پهلوی انجام ندید تا این الاغ‌های سلطنت طلب برن و رای بدن به پرزیدنت ترامپ. از این حداقل این سلطنت طلبها بعد از 45 سال یه سودی برای جامعه ایران داشته باشن که اینقدر گاو بودن. حالا که رضا پهلوی خوش جای من بزنه، افکار منو داره میگه، حرفای منو داره میزنه و خودشو به نوعی داره طرح اپوزیسیون ریاست میدوزه، بهش دستور دادن که این کارا رو بکن تا هم اپوزیسیون رو تخریب کنی، اپوزیسیون ریاست رو، هم وسط اپوزیسیون ریاست مثلا فکر میکنه احمق دیگه، وسط اپوزیسیون ریاست رو ترامپ وایسه اون وسط که ما هم هستیم و اینا و برو کلت جلوی اون دیواره هی تکون بده و اینا. به هر حال ما به شما ریاستی گفتیم در فضا اجازه بدید که این بی‌ناموسای سلطنت طلب در آمریکا که تا الان هیچ گوهی نخوردن، همش بر ضد مردم بدبختا مردم ایران حرکت کردن و گاون اصولا، اینا همینطور در خریت بمونن. اما این دفعه بذارید کلک بزنیم و برن رأی بدن به ترامپ. حقیقت رضا پهلوی خودش پر از به قول بابام میگفتش که یک بشکه گوهی است که سرش بالا شد. فقط کافی برعکسش کنیم، یعنی اون تیکه عسل بالای رضا پهلوی عرضم حضور شما که بشکه گوه فقط برش میگردیم، هیچ کاری نمیکنه، عسلا میره پایین و اون ذاتی که صفتش میزنه بیرون برای ما کافیه. با حسینی همیشه طرفدار آزادی بیانه، اما میگه که مثلا ما 100,000 تا صفحه داشتیم تو فیسبوک، همشونو گرفتن بستن، تو فیسبوک نذاشتن ما آزادی بیان داشته باشیم. حالا این بشنو، من حرف دارم. آزادی بیان قانونه در تفکرات، نه آزادی بیان یعنی بهترین آزادی بیان الان تو آمریکا، تو سطح جهان فیسبوک ما رو میبنده، صدها هزار صفحه ما رو بسته، صدها هزار صفحه ما رو اینستاگرام بسته. این آزادی بیان نیست، این آزادی یک گروهه. خب همینجا صبر کن آقا، شما اگه واقعا اینقدر طرفدار داری، هوادار داری، خب چرا نمیان این هوادارات ویدیوهات تماشا؟ من از تو ویدیو میذارم، کسی هم که نیست از تو توی اینترنت ویدیو بذاره، فقط منم دیگه. کسی داره میپردازه به آقای حسینی؟ شما برید نگاه کنید، کل یوتیوب رو شاخ بزنید. کو منم دیگه آقا، بقیه‌تون که همون آدم خودتونن، میان کلیپای خودتون رو 2 ثانیه برش میدید میذارید. اون 100,000 تا صفحه‌ای که میگی
بستن. خب 1000 نفرشون یعنی نیستن الان بیان اینجا کامنت بذارن؟ 1000 نفر بیان این زیر کامنت بذارن؟ من قول میدم یه قدرمی و فقط حسینی برن، اصلا داور رو تعطیل میکنم. حسینی اصلا 1000 تا طرفدار نداری تو یوتیوب بیان ویدیوهاتو ببینن، برمیگردید میگی 15 میلیون نفر من تو ایران هوادار دارم، 15 میلیون نفر ما ریستارتی داریم. اینم زدم به عشق خودت. نه دیگه بگو بیان کامنت بذارم، من هر برنامه تبلیغ شما رو میکنم. الان اینجوری دارم راجع صحبت میکنم، تبلیغت هم میشه دیگه. داریم بهت فوش میدیم، بالاخره 2 نفر میخندن، 1 نفرم میاد اونجا بهت فوش میده. درسته آقای حسینی؟ تو 1000 نفر بفرست اینجا، من هر برنامه راجع به تو میسازم. اما اون کلیپ دموکراسی تو روز روشن رو بذار آقا. هر کسی رو اپوزیسیون ریاست، هر کسی مخالف اپوزیسیون ریاست. احمق، بی‌ناموس، لجن، نمیتونه آدم خوبی باشه. نطفش حرامزاده است، اصلا نمیتونه. چرا؟ در اینی که ما پاتریوت حقیقی جهانیم. بله، تو دنیای آقای حسینی منی که این کار رو ساختم و شمایی که داری میشنوی و اونی که داره کامنت میذاره و اونی که داره لایک میزنه هممون مشکل شرعی داریم. اما دوستان عزیز، یکی از پاتریوت های تاریخ از نظر آقای حسینی شاه اسماعیل صفوی بود که نکات جالبی رو در این باره مطرح کردن. این هم جا داره برای شنیدن. آها، یعنی شما میگین در دوران شاه اسماعیل صفوی همه رفتن تو بهشت؟ همه ایرانی هایی که در زمان شاه اسماعیل صفوی زندگی میکردن چه عرفان تصوف میفهمیدن، چه عرفان تصوف نمیفهمیدن. این نکته مهمیه. چه اصلا مخالف عرفان تصوف بودن، چه فحش میدادن به مولوی، چه فحش نمیدادن. حکومت اون موقع حکومت عرفان تصوف بوده. هر کسی اونجا مرد رفت تو بهشت. بله، میگم اصلا دموکراسی تو خونش بود. امسال سال انتخاب مینامیم، بقولی آقایی میکنن چون میگم سال فلان، سال موفقی. امسال سال انتخاب نامیده میشه، همه باید انتخاب کنن دیگه. حالا ببین دموکراسی رو نگاه کن، یا با ما یا خوار مادرشون سرویس انتخابش. این حق انتخاب. آره، گذشون دوره. اون دوره کسی نبود که بیاد بهتون بگه خوار مادرتون سرویسه. کسی نبود اون 500 600 سال پیش بیاد بگه ما در قبل خوار مادر سرویس میمون خشتکتون کشیم سرتون. کسی اصلا پیدا نشد، جرأتی نداشت کسی بیاد به میکرو هم حرف بزنه، میرکل هم حرف بزنه. الان اون فرد هست. وقتی میگه خوار مادر سرویسه، 15-20 میلیون ایرانی ریستارتی که مال سرزمین پارسن میفهمن اوکی خوار مادر سرویسه. امسال رو سال انتخاب نامیدیم برای اینکه همه باید انتخاب کنن، حتی تو. حالا خوبی سید محمد این بود که مثلا مشخص کرده تا کی قراره سر کار بمونیم. مثلا گفته که تا 25 دسامبر اپوزیسیون ریستارت کلا میره کنار، در رو تخته میکنیم، خداحافظ. حالا این چه برنامه‌ای برای بعدش داره، خدا میدونه چه نقشه‌ای برای ما کشیدن، ولی این تاریخ داده تا 25 دسامبر. اپوزیسیون ریستارت 25 دسامبر میره کنار. دنگ سوم بکشن، میداره بکشن، نجات بدن. کی رو نجات بدن؟ طویله رو بدن دارن جر میدن. واقعا با این تروره دیگه اصلا به نظر من ما میتونیم راحت بریم تو خونه بشینیم و منتظر طلوع امپراتوری کوروش باشیم، امپراتوری ریستارت. تکلیف اپوزیسیون ریستارت هم مشخص بود، مشخص‌تر شد و تکلیف شما ریستارتی هم که معلومه. ما کارمون رو کردیم در اصل واقعیت. انتخاب با ماسک بشیم تو خونه تا اون اتفاقات بیفته، یا همین یک ترین بزن تو سواد مجازی، دو تا تقمون بزن. حوصله‌تون فعلا سر نره تا نوامبر. تفریح برای خودتون داشته باشید، دو تا پوش و اینا، لبخند و تحقیق و بازی کنیم دیگه فعلا. بدرود. یعنی
اصلا خوشم نمیاد از این حسینی دیگه. دریوری هم آقا حدی داره. من دیگه حوصله ندارم. خودتون بقیه‌شو گوش بدین ببینین چیا گفته. هر زمانی که کلمه بیزینس رو از بیزینس پلن حذف کنی مسیح تولید می شود. همونطور که در برنامه ویژه انتخابات گفته بودم که اتفاقاتی خواهد افتاد و اینا و راجع به اشتباه پرزیدنت ترامپ در مناظره با بولدزر به قولی از روی بایدن رد شد. یه خورده نگاه کنید بعد از اون مناظره فاصله ترامپ رو با رئیس دموکرات مشخص کرد. بلوایی شده. ترامپ نهایتش در پشت سلول ها و پشت میله های زندانه. 4 سال صبح زور شب میگفتن ترامپ رئیس جمهور نمیشه، ترامپ تو زندان، ترامپ. که بعد در برنامه ویژه برنامه انتخابات گفتم اتفاقات خطرناکی ممکنه بیفته که خب خدا رو شکر حداقل پرزیدنت ترامپ زنده است و اتفاقی که اونها دوست داشتن نیفتاد. کاری که پرزیدنت ترامپ در اون انتخابات انجام داد عرضم شما که باید اشتباهی که کرد این بود که نباید فاصله‌اش زیاد می‌کرد و باید اجازه میداد که حداقل 2 جا در این مناظره این بایدن پیروز میشد. و دیشب در از پرزیدنت ترامپ در صفحه توییت ترو و تلگرام زد که خیلی ها به من گفتن که از یارانم که ای کاش من شل میرفتم یه ذره و میذاشم بایدن هم خودش یه ذره نشون بده که من واقعا تلاش کردم خودش نشون بده، یعنی تایید کرد حرف من. من تمام تلاشمو کردم یه خودش یه ذره نشون بده و آخرش هم نوشت که فشار نیارین به جو بایدن، بذارید خودش انتخاب کنه که باشه یا نباشه و نوشت که good like جو، یعنی اینکه موفق باشید جو. یه موبایل هم داشتم صدای خر روش بود، وقتی زنگ می‌زدم کسی صدای خر طبیعی پخش می‌شد، همه می‌دونستن که این فرد پشت دیوار کیه. به ریاست گفتن تنها کشوری که در کره زمین 35-40% امپراتوری تصوف و عرفانه آمریکاست. کسانی که در این سایه هستن در جهان تعدادشون محدوده. مثلا در زمان شاه فرح در سایه بود. چرا؟ کسانی در سایه هستن که 2 چیز رسما توی قراردادشون هست، یعنی این 2 تا کار حتما باید بکنن. قاچاق مواد مخدر باید دستشون باشه و سکس پسر و دختر، این 2 تا باید دستش باشه. مواد مخدر و مشروبات الکلی، این سیستم های این شکلی باید حتما تو دستش باشه و حتما باید سکس دختر و پسر دستش باشه، یعنی حتما باید خرید فروش دختر پسر بکنه. اگه نمیتونم چون آدم پشت آدم در سایه، یعنی این حتما این کارا میکنه. همه تاریخ 50 سال گذشته رو توی یک برنامه گذشته باز کردم. کافیه که مادر قهوه نباشه. اگه مادر قهوه نباشه من همه رو واسش باز کردم. سوال میاد تو ذهنش، همه رو حلش میکنه. خیلی مطالب خیلی مهمیه. کی عاشق فلسطینه؟ سوال اول همه ما هست. کی میگه درود بر فلسطین مرگ بر اسرائیل؟ خامنه‌ای؟ بله، چون مدافع حرم تولید کرده. نه، هاشمی رفسنجانی عاشق فلسطینه. یعنی اصلاح طلبا شعار اولشون اینه مرگ بر اسرائیل. اینقدر تاریخ ما تغییر کرده و مشکلات داشته. پس یعنی چرا هویدا رو کشتن؟ چون حرفای لیدر ریسارد پخش نشه. بله، به این خاطر که حرفای لیدر ریستارت پخش نشه، به خاطر همین هویدا رو اعدام کردن. علت اعدام این بود. آقای حسینی حوصله‌شو ندارم دیگه، خسته شدم. تو یه قسمت دیگه خداحافظ. برام مثلا راجب ترور ترامپ بود. چی گفتی؟ بدرود.